در ولایت عوض سفربک و معاون رئیس ولایت نظیره امیربکزاده آغاز گردیده در مشق‌ها نقلیات بازرسی دولتی اتومبیلی، یاری تعجیلی خدمات آتش نشانی، ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و اگنتی آقاخان عاید به مکان زیست اشتراک نمودند. هر یک خدمات برای اجرای طلبات مشق‌ها در سطح آماده باش قرار گرفته، برای ادای هدف‌ها کوشش به خرج داد. سردار شعبه حفظ حالی و حدود ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرشنانی در ولایت شهرت شاه اسمتov از حالت آماده باش قرار داشتن خدمات‌های مذکور گزارش منظور نموده هر یک نهاد برای اجرای وظیفه خود به منطقه‌های حادثه‌های به وقوع پیوسته سفربر کرده شدند. از جانب نمایندگان خدمات آتش نشانی در مهلت کوتاه‌ترین منبع سوختار برطرف کرده شد. در نتیجه زمین لرزه احتمال تعداد معین شهروندان گویا جراحت جسمانی برداشته. از جانب نجات دهندگان برای برطرف نمودن عاقبت‌های حادثه‌های تکنگینی چاره‌های عملی اندیشیده شده. در مهلت کوتاه‌ترین و ضرردیدگان از جانب نمایندگان ساحه تیپ کمک اولیه رسانده شد. در عملی نمودن این اقدام سهم کارمندان اگنتی آقاخان عاید به مکان زیست و ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرشنانی نظررس بود، زیرا نمایندگان این نهاد به مکان صدمه سر وقت حاضر شده در برطرف نمودن عاقبت‌ها سهم ارزشمند گذاشتند. چون تمام حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در منطقه خوف بلند سیسمیکی قرار دارد، با ابتکار ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی مشق فرماندهی ستودی با اجرای تمام طلبات روز با اشتراک فعال خدمات‌های داخلی‌دار ولایت و شهر خاراغ تشکیل کرده شده. انا عذر با موافقت ادامه دارد. شرط دیگر مشق‌ها وابسته به قیدگیری اهالی ضرردیدگان نیز مطابق طلبات زمان اجرا کرده شد. نهادهای مربوطه ضرردیدگان را از تشخیص طبی گذرانده و منطقه بی‌خوف کوچانده شدند. در این روند به تحلیل شخصان سالخورده و کودکان دقت لازمی روانه کرده شد. در منطقه مخصوص گردآوری ضرردیدگان هر یک از نقطه به قیدگیری گذرانده شده موقع خویش را پیدا نمود. اسم عبارت بود سانه 9 دکامبر به طور نظروی برای خدمات و وزیر نظام ها چقدر گذراندن مشق کدام وظیفه های مشخص یعنی بدوش میگیرند و گذاشته شد و در روز دوم یعنی این به طور عملی از طرف کارمندان و ایچون دیگر در رفت مشق تمام رضاکاران فعال اگنتی آقاخان عاید به مکان زیست جلب گردیدند. ضمن بازدید معاون رئیس ولایت در یک وقت رئیس کمیسیون نظیره امیربکزاده از نقطه‌های خدمت رسانی به ضرردیدگان اطلاع داده شد که نقطه‌های خدمت رسانی با تمام تجهیزات‌های لازمه تامین بوده. هر یک زیر نظام از حوزه اجرای وظیفه به خوبی برآمد. منطقه تیم همچون موضع بی خطر برای ضرردیدگان از آفت‌های طبیعی انتخاب گردیده. در اینجا از جانب اگنتی آقاخان عاید به مکان زیست و جمعیت هلال حمر تاجیکستان کارهای آماده‌گردانی برای قبول ضرردیدگان آماده کرده شدند. عملی تکتیکی از جانب معاون رئیس ولایت رئیس کمیسیون نظیره امیربکزاده بهای بلند گرفته و اشتراکچیان مناداری رئیس ولایت یادگار فیضوف رسانده شد. در عمل سازی مقصد و مرام مشق‌ها سهم خدمات ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرشدانی در ولایت و اگنتی آقاخان عاید به مکان زیست کارمندان شبکه یاری تعجیلی و خدمات آتش نشانی هلال حمر تاجیکستان اگنتی بازرسی دولتی اتومبیلی قید کرده شد.